یا خرج شما رو کی میداد دیگه؟ من از جایی که مامانم تلاش و فروخت برای این که من کمبودی احساس نکنم روزی 300 تا تک تومانی باید به من میداد، چون بابام روزی 300 تا تک تومانی به من میداد و من باز اونجا فهمیدم بزرگ شدم، چون اونا رو جمع کردم، منی که ولخرج بودم. مادرت میدونست داری پول جمع میکنی؟ نه، فکر می‌کردم من تو مدرسه همه رو تغذیه می‌خرم، ولی تو مدرسه گشنه میموندم که کسی نفهمه ما نداریم. عید بود، مامانم اومد با من حرف بزنه، بغض کرد، گفت مامان امسال نمیتونم لباس عید برات بخرم. مامان شرمندتم. و من با ذوق رفتم اون پول آوردم دادم به مامانم که ما رفتیم کفش خریدیم، لباس خریدیم، فلان خریدیم. ما شهرستان بودیم، همه فامیلامون از تهران می‌خواستن بیان اونجا و من اونجا با ذوق لباسم پوشیدم و اینا. یه آدمی اونجا تمام منو نابود کرد. منی که گشنه مونده بودم این همه مدت، یهو اومد گفت اون پول از تو جیب من برداشته احتمالاً. چیکار میتونستم بکنم به نظر؟ مگه بابام بود که بگه شما بیجا کردید؟ بچه من این کارو نمیکنه. مگه مامانم میتونست جلو این همه آدم وایسته؟ من فقط گفتم مامان به خدا من همچین کاری نمیکنم. گفتم برو از مغازه‌دارا بپرس، بگو مریم تا الان شهرستان کوچیکه دیگه، تا الان اومده انقدر چیز میز بخره. مجید خدا شاهده به 2 روز نکشید یادش رفته بود اون پولو کجا گذاشته بود. اون پولو پیدا کرد. اگه حلالیت از یه بچه‌ای که تازه 9 سالش شده راحته، مگه این یادم میره؟ اون عزیزترین کسم اولین قضاوت رو راجع به من بچه طلاق کرده بود.